بریم بالاخره. بله دوربینا که رفته، صدا هم که رفته. بعد از 1 ساعت یه 3 2 1 بگو بریم. خب 3 2 1 رادیو بیز بعد از 3 سال. سلام، خوش اومدیم به اولین اپیزود از فصل دوم، می‌خواستم بگم سیزن. سلام، خوش اومدیم به اولین اپیزود از فصل دوم رادیو بیز. حوصله داری ها؟ من ام جی و محمد سمیعی. سلام، خیلی خوشحالم واقعا که رادیو بیزو بعد از 3 سال به همت ام جی شروع کردیم و قرار یه فصل جدید، یک کانتکست جدید رو با هم ببریم جلو و وقتی حالا اگر رسمیش نکن، جو نکن. آقا چطوری محمد؟ خوبم، خوب که از دل جنگ اومدیم بیرون، یه ذره همچنان گیجیم ولی در کل خوبم. جنگ زدگانیم خلاصه. آره، نمیدونم حالا چند روز میگذره از جنگ دقیقا، ولی فکر کنم نزدیک حالا 3 هفته شد احتمالاً. مگه جنگ تموم شد؟ نه دیگه، از شروع جنگ منظورمه. ولی شاید مثلا خوب یه کلیشه باشه، شاید هم خوب نیستیم واقعا، یعنی تظاهر به خوب بودن داریم. به نظرم حداقل بخوام راست بگم نه خیلی خوب نیستم، ولی خوشحالم که داریم این رادیو بیزو شروع میکنیم به هدف اینکه احتمالاً یه خوب بودنی رو درست کنیم با هم. آره، حال خودمون اول خوب شه، بعد سعی کنیم به بقیه کمک کنیم حالشون خوب شه. آره دقیقاً. چی شد حالا دوباره شروع کردیم رادیو بیزو؟ میخوای بگی داستانشو؟ وای محمد جان چقدر طبیعی بودی. خب آقا، میخوایم امروز ما توی این اپیزود بیشتر همینجوری گپ بزنیم و اصلا دقیقا بگیم که چی شد که رادیو بیزو اصلا دوباره شروع کردیم. رادیو بیزی که حتی دیگه رو کست باکس هم نبود متاسفانه، از همه جا پاک شده بودیم. چی شد اصلا اون اولین بار رادیو بیزو شروع کردیم یادته کی بود؟ آره خب اونم میگیم، ولی بذار اول من قصه پاک شدن. هیئته. خب رادیو بیز الان دقیقاً 3 ساله که منتشر نشده، 2 ساله که دیگه حتی پلی نمیشد روی هیچ کدوم از پادگیرا. رو 2-3 تاشون بود ولی خب فقط یک اثر ازش مونده بود. حالا برگردیم عقب‌تر، کلا رادیو بیز ببینیم چی بود. یادتون هست؟ ما رو یادتونه و رادیو بیزو امیدوارم که یادتون باشه. تو این اپیزود سعی میکنیم که در مورد این چیزا صحبت بکنیم، یکم از حال و هوای گذشته بگیم، اون چه که بر ما گذشت در این مدت در بین 2 حادثه، و این که در ادامه میخوایم چی کار بکنیم. خب محمد تو بگو اصلا رادیو بیز از که شروع شد. من از لوگومون معلومه که 99 شروع کردیم. آره دقیقاً دوران کرونا بود و البته قبل کرونا ما تصمیم گرفتیم بودیم و جلساتشو میذاشیم یادت باشه. از آبان و آذر 98 شروع کردیم. آره خیلی فکر کنم اصلا یه 6 ماهی صحبت میکردیم که اصلا یه پادکستی رو میخوایم راه بندازیم، تو چه حوزه‌ای باشه، اصلا قالبش چه شکلی باشه، فرمتش چطوری باشه، با کیا ضبطش کنیم. یه 6 ماهی طول کشید دقیقاً و سال 99 بود که اولین اپیزودش منتشر شد و با صحبت با متخصصین توی حوزه مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ. نه اینقدر رسمیش نکن، اصلا چی شد شروع شد یادته؟ ببین یادمه تو ماشینت بودیم نشستیم راجبش صحبت کردیم، تبلت جادویی تو برداشتی آوردی یه ذره نوت برداری کردی. تو ذهن من همیشه بود که یه محتوایی رو شروع کنم تولید کردن، توی ذهن تو هم بود و این یه جای تلاقی پیدا کرد. آره و اینجوری بودیم که خب بیا بسازیمش، چرا که نه. یکم نزدیک بکنیم به هم ایده هامونو و بسازیم.
در نهایت شروع شد. البته همینجا من از سهیل علوی، مدیر گرامی قدیمی، رفیق همیشگی و واقعا رول مدل فکر کنم خیلی از بچهای ریحون بود سهیل و هست، تشکر باید بکنم، چون به نوعی ایده اولیه این که اصلا اینجوری بودیم که خب سهیل پادکست درست کرده، ما هم درست کنیم. یعنی اصلا از اونجا به نظرم بیشتر اینکه تو حوزه کسب و کار کلا بیایم صحبت بکنیم و اینا شروع شد و نهایتاً سال 98 ما برنامه ریزی هاشو داشتیم میکردیم، جلسه و یادت جلسه هامون هم همه تو واتساپ بود. آره به خاطر اون قرنطینه بودن دوران کرونا بود دیگه. خیلی آقا یادت نه، من دارم قبل اونو میگم. قبلش نه 98 اسفند بود که کرونا شروع شد. ما از آبان و آذر شروع کردیم همینجوری با هم صحبت میکردیم و اینا. وحید بهمون اضافه شد و با کمک وحید شروع کردیم دیولپش کردیم ایده ها رو، اینکه چی میخوایم بگیم، چی کار میخوایم بکنیم. نهایتا شد همون تعریفی که محمد الان گفت و دقیقاً اسفند 98 ما اولین اپیزود رو ضبط میخواستیم بکنیم که کرونا شد. آها راست میگی. و اینجوری بودیم که چی کار کنیم. آره تو تایملاین خیلی بهتر تو ذهنت مونده. آره بعد دیگه اتفاقا مهمون اولمون هم که عادل طالبی عزیز بود. آره خلاصه از یک پادکست حضوری اینجوری بودیم که حاجی کرونا شده چی کار باید بکنیم. دیگه رفتیم توی یه شوکی، یه ماهی طول کشید تا ببینیم خودمون رو جمع و جور بکنیم. گفتیم خب دیگه ببین ما این کار رو میخوایم بکنیم دیگه، شروعش کنیم. من خودم بگم هدف اصلی چی بود؟ هدف این بود که واقعا یعنی من خیلی دنبال این بودم که تجربه عملی آدما رو پخش کنیم. خب دوره‌ای که ما بودیم برگردیم به سال حالا 95 96 اون اکوسیستم استارتاپی خیلی داشت سر و صدا می‌کرد. حالا از نظر من ما یه شانسی آوردیم که تو اون دوره آره دیگه برجام شده بود همه. آره سرمایه‌گذارا اومده بودن، استارتاپ‌ها شکل گرفته بودن، خیلی هیت شده بود اون فضا. فضای جذابی هم بود واقعا. یادش بخیر الان قبل این ضبط هم داشتیم راجع به همین صحبت می‌کردیم. من خیلی اینجوری بودم که بیایم این تجربه رو شیرش کنیم، چون یهو بعد از یه مدتی خالی شد بازار و حالا اسم سهیل آوردی، واقعا خب ماها خیلی از سهیل، آنتونی و از اون بابک آره از اون قشری که حالا یه لول زودتر از ما وارد این مارکت شده بودن خیلی چیزا یاد گرفتیم و خیلی‌ها رفتن یعنی و یهو بازار خالی شد. اینجوری بودیم بهتره بگی بعضیا موندن. آره حالا بعضیا موندن یا خیلی‌ها رفتن. همه رفتن فقط بعضیا حالا آره. تک و توک. بعد اینجوری بودیم که خب اوکی همونایی که موندیم جمع شیم صحبت کنیم، استوری اون آدما رو بشنویم، تجربیاتشون رو واقعا تو حالا استارتاپ های بزرگ مثل اسنپ، دیجیکالا، نمیدونم کافه بازار بیایم اینو پخشش کنیم. این فضا به نظرم خلأش بود و از اونجا شکل گرفت. یعنی توی ایده پردازیامون واقعا رسیدیم به همین موضوع. آره و دقیقاً اون ماجراهایی که گفتیم شد و شد یه ذره بریم جلوتر. فروردین 99 که با عادل آنلاین ضبط کردیم با اسکایپ. نه اسکایپ هم نبود، حتی سوالا رو براش فرستادیم. آره وایس خیلی MVP بود. آره نگاه کنید اصلا اون اپیزود لحن سوال پرسیدن یه چیزه، جوابا یه چیزه، اصلا خیلی عجیبه. و نهایتا اپیزودهای بعدی و سال 99 تموم شد. سال 400 شروع شد و دیگه ما اینجوری بودیم که ایول ما الان یه پادکستی داریم که قراره توش در مورد کسب و کار و دیجیتال مارکتینگ دقیقاً صحبت بکنیم و تلاش کنیم که دانش دیجیتال مارکتینگ رو در دسترس تر بکنیم برای آدم‌ها، حداقل دانش تجربیش رو، عملی منظور. یکی این بود، یکی دیگه واسه خود من واقعاً برای خود منم جالب بود. مثلا میثم شریفی توی اسنپ مثلا چه تجربیاتی رو داشته یا چه اسکیلی رو دیدن. بچهای دیجیکالا مثلا با امیرحسن موسوی بله مثلا تو بحران ها دارن مثلا تو پیار چه شکلی میبینن قضایا رو. و برای خود من یه
بعد یادگیری داشت حقیقتش. آره برای هر دومون آره. در واقع برای هر سمون راستش هممون آره. این کارایی خیلی زیادی داشت از این جهت برامون. و خلاصه گذشت و داشتیم همه چی رو خوب پیش میرفت. من استودیو درامون رو من و مجتبی و جبار و جاغلو با هم داشتیم پیش میبردیم. تازه استودیو دیگه یه ذره تجهیز شده بود، ضبط‌ها رو توی استودیو برگزار میکردیم تو کرونا با رعایت پروتکل ها و داشتیم پیش میرفتیم. اوضاع هم بد نبود تا اینکه تقریبا فکر کنم به 75,000 تا شنیده شدن رسیده بود. نزدیک 100,000 تا بود. نه اون 13,000 تا فقط توی کست باکس تا اپیزود 14. درست میگی. آره فکر میکنم چیزی که یادمه توی در واقع پنل نزدیک به 100,000 تا دانلود یا شنیده شدن بودیم که جنبش مهسا اتفاق افتاد سال 401 و اصلا همه چیز تغییر کرد واقعا. یعنی در وهله اول این که خب چه ما چه بقیه پادکسترها و تولید کننده های محتوا اینجوری بودن که آقا هیچ کاری نکنیم تا این صدای این جنبش کمرنگ نشه، مثلا شنیده شدنش و اینا تو فضای مجازی. این ترند اتفاق افتاده بود و خب ما هم به واسطه همین ترند هم نظر خودمون در این مورد گفتیم خب فعلا پازش میکنیم. مصادف شد با پاز شدن تمام مارکت برای نزدیک به 1 سال. فکر میکنم آره دیگه دقیقاً 8 ماهی اصلاً هیچ در واقع گرد و خاکی تو مارکت بلند نمیشد، چه برسه دیگه خواد کسی کاری بکنه. و دیگه درگیرم شدیم دیگه. بعد از اون دیگه واقعا خودمونم درگیر به این خاطر شدیم که همه چی ریخت به هم. من اصلا ما استودیو درامون رو جمعش کردیم، بعد شرکت رو انحلال زدیم. ما تقریبا خیلی کسب و کار 8 ماه صفر بود این کام کاریمون. حالا یه کارهایی میکردیم ولی کارهایی که از جنس کلاینت و مشتری بود کاملا حذف شد و ما اینجوری بودیم که واقعا یعنی از شوک اینجوری بودیم که خب جمعش کنیم، یعنی بریم دوباره سر کارهای قدیمیمون. نمیدونم اصلا ایران قراره چی بشه. یعنی انقدر راستش اینستاگرام همون تایم بود فیلتر شد. اینستاگرام من 98 فیلتر نشد. نمیدونم من تایملاین تایملاین فیلترها و اینا دیگه انقدر. یعنی میخوام بگم خیلی بیزنس های آنلاین تحت تاثیر قرار گرفتن سر این موضوع. حتی پیج دیجیکالا دقیقاً یادمه 4 ماه هیچ پستی نذاشت اگر درست یادم مونده باشه یا اگرم گذاشت مثلا در حد یه اطلاع رسانی خیلی سوسکی و همه بیزنس ها. و خب ما هم به تپ اینجوری شدیم که خب جمعش کردیم و دیگه اصلا رادیو بیز رو یادمون رفت راستش. مونده بود اون گوشه. آره. و یه 1 سالی 2 سالی واسه خودش بود و بعدم دیگه کردیت هاستش تموم شد و کلن پاک شد از صحنه روزگار و صحنه اینترنت. واقعا پاک شده بود و فقط میگم یه سری اثرها توی مثلا کست باکس و آی هارت و یه سری جاهایی که این پریروز که تو گفتی من رادیو بیز زندهش کردم. آره. 2 روز پیش به من زنگ زدی گفتی رادیو بیز زندهش کردم، بعد منم گفتم که برو بریم دیگه. آره البته تصمیمش که زودتر بود. تو خیلی کارا کردی قبلش. آره و اصلا بذار کلیتشو بذار بگم که ثبت بشه در تاریخ. آره خلاصه 2-3 سالی گذشت و من درامون جنریشن 2 رو آوردم بالا این دفعه تنهایی. شاید خیلی ندونن درامون چیه، میخوای یه کلیاتی بگم؟ آره ببین درامون اون موقع که استودیوی تبلیغاتی بود که من و مجتبی حیدری و جبار و جاغلو داشتیمش، یعنی فاندراش بودیم. تمرکزمون روی تولید محتوای تبلیغاتی برای برندهای حالا اسمارت
اینجوری بگیم، و کسب و کارهای میت سایز بود که حالا داشتیم کار میکردیم، همه چی خوب بود و اون اتفاق افتاد که در البته تو اون میونم به سمت چیزم رفتیم، کلا پوشش رویداد و یه سری این کارهای این چنینی که دیگه جمع شد و اون درامون 1 بود در واقع به تعبیر امروز. و بعد من یک سالی گذشت، 1 سال و خورده اینجوری بودم که خب من الان 2 تا آپشن دارم، یا دوباره باید برم حالا یه جای مدیر هنری بشم و به هر حال مدل کارمندی، یا دوباره یه کارایی بکنم. راستش دوباره مثل دفعات قبلی مشتری ها یعنی کلاینت ها منو به سمت این تصمیم بردن، یعنی اینجوری بودم که حاجی داره دوباره تلفنم زنگ میخوره، آدما اینجوریان که مثلا کار دارن و اینا. خب حالا شروع کنم دیگه، دوباره مثل یک فریلنسر شروع کردم و ولی با یه مدل جدید فکر کنم دیگه، یعنی دیگه آفیس نگرفتی، با یه تجربه جدید. آره یعنی اینجوری بودم که ببین الان من دیگه اصلا درگیر آفیس و این چیزا بخوایم بشیم سرویس میشیم، سرویس میشم چون دیگه تنها بودم و اینجوری بودم که یه استودیو بزنم و اینجوری استودیو، بعد اینجوری بودم خب اسمشو چی بذارم. من یاد این افتادم که آقا من همیشه در مثال ذوب میشم، مثلا سر اینکه اسم چی باشه، برند چی باشه، انقدر وقت تلف میکنم که همه انرژیم از بین میره، اصل کار میمونه رو زمین. گفتم خب همون درامون هست دیگه، چرا از اون استفاده نکنم. خلاص زنگ زدم به مجتبی و جبار، گفتم بچه‌ها اینجوریه، من میخوام دوباره یه کاری شروع بکنم، ولی تو فکرم بود که خب چرا بیام یه برند جدید دوباره درست کنم. و واقعا هم تنبلی این بود که بشینم دوباره اسم، لوگو، سایت، خب این هست دیگه، همینو میام دوباره مثلا تمدیدش میکنم. بچه‌ها هم موافقت کردن و گفتم باش، بس من فعلا همینو دوباره زندهش میکنم. این دوباره زنده میکنم. این مال چه سالیه؟ این دقیقاً مال اردیبهشت 2 سال پیش. یعنی این اردیبهشتی که اومد 3مین اردیبهشت درامون جنتوه. چی داشتم میگفتم؟ این که همون درامونه رو آره خلاصه درامون، یعنی استودیو جدید، استودیو که نه، گروه جدید هم اسمش شد درامون. گروه هم که میگم من و شادی بودیم فقط. یعنی یه ماهی خودم کار کردم، دیدم نه واقعا حجم کاره طوری نیست که تنهایی از پسش برمیام. با شادی هم از همون بچه‌های قدیمی درامون 1 بود دیگه. با شادی صحبت کردم و شادی هم به هم اضافه شد، شروع کردیم همجور فعالیت کردن. تقریبا تو 3-4 ماه به یه حجم خوبی رسیدیم و با بچه‌های بیشتری هم همکاری کردیم. تقریبا فکر میکنم بعد از 5 ماه شده بودیم 4-5 نفر دیگه. این اتفاق همینجور رفت جلو، بعد به اون نقطه رسید که اینجوری بودم خب الان ما دفتر لازم داریم. بعد می‌شونم الان مثلا این 6 ماه چی جوری کار کردیم، هر کی تو خونه خودش کار کرده دیگه، الان هم همینو بریم دفتر میگیریم، دوباره یه اتفاقی میفته سر اجاره دفتر گیر میکنیم. خلاصه همون جوری پیش اومدیم تا به امروز و درامون جنتو. ولی دمت گرم که ولش نکردی، یعنی 1 سال وقفه افتاد ولی با یه نگاه جدید ادامهش دادی درامونو، با یه مدل جدید. و فکر کنم خیلی هم موفق تر بود دیگه. حالا خیلی هم تبلیغ درامونو نکنیم آره به نسبت چیزش برگردیم به رادیو بیز. خلاصه اون اتفاق افتاد و یه روز من اینجوری بودم که خب الان وقتشه که من دیگه، حالا مثلا تقریبا شده بودیم 13-14 نفر و همه چی هم آنلاین دیگه، هیچ نه آفیسی داریم نه چیزی، صرفا یه انباری تجهیزات داریم، هر کی تو خونه خودش داره کار میکنه، صبح دیلی آنلاین میذاریم، جلسه همه چی آنلاین و بعدم نبود دیگه. این گذشت تا به اون نقطه رسید که خب من دیدم خب الان دیگه میتونم کارهایی که دوست دارم رو دوباره شروع کنم. بعد برای حوزه کسب و کار که خب همیشه یه دغدغه‌ای توش دارم، اینجوری بودم که خب من میخوام یک پادکست بسازم و این بار برم سر همون ایده خودم. و ایدم این بود که خب من خیلی کلا به سنت خیلی علاقه دارم، ولی صرفا علاقه دارم و اینجوری بودم که ما بازار، کانسپت بازار در ایران، کانسپت تجارت در ایران خیلی ریشه داره. اصلا این کشور کشوریه که رو تجارت بنا شده،
یعنی حداقل در اعصار گذشته تا قبل از کشف نفت اینجا یک کریدور تجاری بوده دیگه و تجار و کلا کسب و کار و بازار تو این کشور ریشه داشته. اینجوری بودم که خب من میخوام بگردم توی این و فرایندهاشو برگردونم، پیدا کنم، یعنی برگردم به فرایندها ببینم آقا مثلا چه مدلی کار میکردن، چه جوری دیل میکردن، با هم قرارداد مینوشتن، چه میدونم همون داستان براتی که بهت میگفتم که حالا یه مدل از انتقال پول و ایناست. و راستش هم از کجا شروع شد؟ از قصه سندباد بحری رو داشتم تو 1001 شب میخوندم، دوباره بعد سالها 1001 شب رو تورق میکردم، اینجوری بودم این دقیقاً درس تجارته، چقدر جالب. یعنی اونا مدل کارشون، مدل کار را انداختن، مدل شکست خوردن دوباره پا شدن، اصلا ایده به ذهنم رسید و می‌خواستم خلاصه پادکست اینجوری بسازم. بعد پیرو به همون تجربه‌ای که آقا یه چیزی رو هی دیولپ می‌کنی بعد مجبوری ولش کنی، اینجوری بودم آجی دوباره می‌سازیم میشه مثل رادیو بیز. بعد گفتم خب رادیو بیز هست دیگه، چرا من اینو بیام با یه اسم دیگه درست کنم؟ تهش میخوام تو رادیو بیز بگم آقا ما رادیو بیز قبلا اینجوری بود، تصمیم گرفتیم از این به بعد اینجوری باشه. دیگه زنگ زدم به تو، به وحید، پارسال بود فکر میکنم، آره، که بچه‌ها من این شکلی میخوام. پارسال نه یه سال پیش، مثلا فکر کنم 6-8 ماه پیش آره مثلا اینجوری، آره من میخوام یه پادکستی درست کنم و به این نتیجه رسیدم که رو همون بیس رادیو بیز ببرمش جلو. چه کاریه من بیام دوباره یه برند جدید انرژیمو غلکی بذارم اونجا؟ اینم که افتاده. آیا شما میخواین با رادیو بیز کاری بکنید؟ اگه نمیخواید کاری بکنید واگذارش کنید به من دیگه. هم تو هم وحید به واسطه حالا لطفی که به من داشتین اینو گفتین آره برو خودت. یادم تو صف پمپ بنزین بودم زنگ زدیم اونجا. آره بعدم دقیقاً گفتی که بذار حالا من گفتم نه دیگه آره الان جواب بده به من هفته بعد بهت خبر میدم دیگه هیچی خبری هم مثلا یادم نه من باشه دقیقاً مثل همیشه گیر دادم که نه دیگه سمی الان به من بگو. من میخوام تصمیم بگیرم. خلاصه دیگه اوکی دادی و منم گفتم آقا بسم الله. رفتم تازه بکنم ببینم چه خبره، دیدم آقا اصلا هیچی از رادیو بیز باقی نمونده تو اینترنت. و حالا یه ناراحتی چیزی برام داشت و اینجوری بودم که این پادبین چرا همه چیه ما رو پاک کرده؟ بابا به هر حال ما 2 سال 3 سال به تو پول دادیم دیگه، کلش رو بیخ پاک کردی. و هرچی هم ایمیل زدم و اینا گفتن نه دیگه پاک شده، میخواستین تمدید کنید. ولی دمت گرم که زندهش کردی. یه اتفاقی هم که برای من افتاد فکر کنم اپیزود 13 بود، اگه 11 یا 13 بود، با میثم شریفی. آره الان میرسیم به تو، بذار من بگم بعد تو تعریف کن. آخه تو ول نمی‌کنی همینجوری داری ادامه آره میدونم. ساعت دیگه زود تمامش میکنم به خدا. آقا قول بده. قول. آره خلاصه این تصمیم رو گرفته بودم و دیگه با محمدم صحبت کردم و چند ماه بعدش اینجوری بودم راستی محمد اینو تو اگه موضوع برات علاقه داری به این موضوع پایه‌ای بیا با هم اصلا دوباره خیلی کار اخیره بکنیم. همین مثلا آره مثلا 2 ماه پیشه. نه این مثلا قبل جنگ، راست میگی 3-4 روز قبل از جنگ. آره یعنی در واقع اینجوری بودیم که ببینیم همون کلا ببینیم چندی موضوع دقیقاً 2 روز قبل از جنگ. 2 روز قبل جنگ اینجوری بودیم که خب من دیگه زیرساخت اینو محمد آماده کردم، بیا اصلا دوباره با همینو این پادکست جدید دارم پیش ببریم. و دیگه خلاصه یک شب خیلی الهام بخش بود و نشستیم راه میرفتیم حرف میزدیم و اینجوری بودیم که ایول با انرژی ما شروع میکنیم دوباره رادیو بیزو، ولی با یه محتوای جدید. پس فردا با صدای موشک برق سفازمون پرید. خلاصه دیگه بقیه‌شو حالا برگردیم سر این که ببینیم تو این مدت تو چی کار کردی. نه حالا اونش خیلی مهم. نه اینم جالبه آره. چون اتفاقا به رادیو بیز ربط داره به نظرم. آره. من واقعیتش اپیزود 11 یا 13 بود، حالا دقیقش یادم نیست، با میثم شریفی CMO اسنپ ضبط داشتیم که دقیقا همون روز به من یه آفر کاری داد و
من فکر کنم 2 هفته بعد یا 3 هفته بعدش رفتم اسنپ. دقیقاً فعل مجلس فکر کنم خرداد 1400 بود اگه اشتباه نکنم. از نمد اپیزود آره. اپیزود 11 برای تو کلاه در اومد قشنگ. آره و حالا خودش داستان داره اصلا اسنپ چی شد و من 3 سال اسنپ بودم و اصلا کجا رفتم چیکار کردم اومدم بیرون. خیلی اصلا الان واقعیتش فکر کنم جذابم نباشه بخوام راجبش صحبت بکنم، ولی میخوام بگم این کامیونیتیه که از کنار رادیو بیز ساخته شد واقعا جالب بود. خیلی اتفاقات توش افتاد. یعنی مثلا من با امیر حسن موسوی هم که تو اون اپیزود آشنا شدیم اولین باری بود که میدیدمش. بعدن یه روزی مثلا توی کتابخونه ملی دیدمش. خب بعد اونجا کلی راجع به یه تاپیکی صحبت کردیم که اصلا جدای از این اتفاقاتی بود که تو رادیو بیز اتفاق افتاد، ولی خب تو اون جلسه‌ای که من دیدمش توی کتابخونه ملی کلی از اون اتفاق از اون صحبت‌ها یاد گرفتم. یعنی میخوام بگم این ارتباطات خیلی جذاب بود واسه خودم. پرخیر بود برای هممون به نظرم. حداقل خیرش دقیقاً همین آدم‌های کار درست جدیدی رو شناختیم و باهاشون دوست شدیم. اصلا یکی از چیزایی که به من انگیزه و انرژی میداد که اون اپیزودا رو بیایم ضبط بکنیم واقعا همین صحبت کردن با بچه‌ها بود و آشنا شدن با بچه‌هایی که توی حوزه خودمون دارن کار میکنن ولی با زاویه دید خودشون. چی شد؟ بعد تو اومدی گفتی و 2 روز قبل از جنگو گفتیم اوکی بریم این کارو بکنیم. ایول و اینا. آره دیگه جنگ شد. جنگ شد واقعا جنگ شد. جنگی که آره حالا هنوز آتیشش دامان خیلی‌ها رو گرفته. داغه و راستش باورمون نمیشد به نظرم. من یعنی اینجوری بودم انگار مثلا 40 و اندی سال، حالا ما که از 40 و اندیشو نه، ولی مثلا حالا از اون 30 سال زندگی که یادمونه از همش صحبت جنگ و این اتفاقه بود ولی نمی افتاد و واقعا افتاد. جدی جنگ شد. آره خیلی عجیب بود و دیگه راستش مثلا یه 2 هفته‌ای فکر کنم، یعنی کل اون 2 هفته جنگ و چند روز بعدش رو دیگه با هم اصلا صحبتی نکردیم. نه اصلا. تا این یه حالی هم نپرسیدی از من، یه زنگی بزنی. نه که تو پرسیدی. واقعا چرا؟ آخه اصلا ببین خیلی عجیب بود. آره شوکه بودیم همه. بعد همش با خانواده و فامیلای درجه 1 و دوستا و اینا در ارتباط بودیم تا اصلا نمیدونستیم که ممکنه تموم بشه این قضیه. یعنی من خودم شخصا فکر می‌کردم 6 ماه گیر افتادیم. حالا هنوزم که به قول تو تموم که نشده. و اتفاقی که افتاده اینه که خیلی از کسب و کارها آسیب دیدن، خیلی از آدم‌ها آسیب دیدن، حالا جدا از آسیب‌های خیلی از ساختمون‌ها آسیب دیدن. آره. اصلا همه چی آسیب دید. کلاً یه آسیبی بود که دست و پا در آورد. من خیلی چیزشو میگم دیگه، یعنی از جنبه کسب و کاریش، یعنی کانتکست رادیو بیزی رو ببینیم، خیلی از کمپانی‌ها مثلا تک کمپانی‌ها واقعا افکت شدن دیگه. یعنی الان داریم خبر مثلا تعدیل چند درصدی فلان کمپانی رو میشنویم، نمیدونم داریم ضمن اینکه کلا سال سختی بود 1403 به خصوص آخرش مثلا تعدیل‌های قطاری داشتیم دیگه و خیلی ها منتظر تابستون بودن که اوضاع درست برگردن. آره یعنی قضیه برگرده، ولی خب برکه نگشت. خیلی اتفاقات عجیب غریب تر افتاد و برگشت. آره برسیم به موضوع لینکدین یا نه؟ آره دقیقاً برسیم به این جلسه چند روز پیش بود. ببین 2 روز پیش تو زنگ زدی گفتی که رادیو بیزو درست کردم آوردمش بالا. من که نفهمیدم. آره حالا درست کردم خیلی قصه داره ها. یعنی ببین آره. تا من هاست جدید رو بگیرم، اپیزودهای قدیمی رو پیدا کن، فایلا رو دوباره یه مثلا این هنس کنیم با ابزارهای هوش مصنوعی جدید که اون موقع نبود. آره یعنی مثلا الان صدای احتمالاً برید اپیزودهای قدیمی رو گوش کنید نسبت به نسخه قبلی خیلی بهتر شده. یعنی این هنسرهای حالا جدید و اتفاقای کیفی که روی صدا افتاده خب نبود دیگه. روی اینا داشتم زمان میذاشتم و از اون طرف حالا اپل پادکست قوانینش عوض شده بود، اینجوری بود که باید حتما شماره بدید تو استپ اتنتیکیشن. یعنی داستان دیگه، داستان‌های زندگی در ایران که هر روز سخت‌تر میشه. خلاصه زحمت ایناش افتاد رو گردن تو و تو یه رادیو بیز زنده شده رو
پیشنهاد دادی، منم با آغوش باز گرفتمش حقیقتا. و اینجوری بودیم که با همون کانتکستی که تو گفتی تو ذهنمون بود که راجع بازار و کسب و کارهای سنتی اینجوری بودم که خب محمد پاشو بیا صحبت کنیم. آره. طبق معمول تو فراخ بازی در آوردی و گفتی که حالا گفتم نه دیگه محمد الان پاشو بیا. منم مثل این بچه‌های لوس مامانان میگن الان میخوام گفتم پاشو بیا و خلاصه محمد اومد و یه دایرکشن جدید دادیم به موضوع. آره در واقع دایرکشن جدید ما رو داد به موضوع. آره و قضیه این بود که من یه ایده‌ای توی ذهنم شکل گرفت توی همین دوران جنگ که بعداً بازش میکنم، منتها یعنی همین الان باید بریم سراغش دیگه. توی این 2 سه هفته اخیر شما لینکدین رو باز بکنی احتمالاً کلی دایره سبز و اوپن تو ورک و تعدیل رو میبینی و آره یعنی قشنگ یک تغییر فضا. اولا اینکه یه عالمه اکانت که فعال شدن، چون دیدی که لینکدین اصولا یه سری آدما توش فعالن، یه سری مثل خود من مثلا یه برهه‌ای فعال بودن بعد فقط دیگه هست اونجا. یعنی فکر می‌کنم حداقل 60% تو لینکدین اینجوریان و وقتی اون 60% میان لینکدین یه دفعه اصلا شلوغ میشه، همه چی تغییر میکنه. الان توی اون برهه‌ایم و خیلی صحنه ناراحت کننده یه حقیقتا. یعنی من یه روزایی نگاه میکردم فقط اسکرول میکردم، واقعا 80% پست‌ها 90% پست‌ها راجع به همین موضوع بود و همه دنبال کار، همه از داستان تعدیل شدنشون میگفتن و این همه‌ای که میگی نکتهش اینه که نه همه مثلا یه سری آدم جونیور تازه کار، یعنی آدم هایی که طرف مثلا یه رزومه فوق‌العاده داره ولی الان اوپن تو ورک زده و مثلا شاید خیلی عجیبه دیگه. ببین نکته اینه که ما تعداد خیلی بالایی از افراد تحصیل کرده و جوان داریم توی ایران و اینا اونان، یعنی دقیقاً کسایی هستن که تحصیل کردن، جوانن و توی حوزه حالا اون شبکه که من میدیدم بیشتر تو حوزه استارتاپ ها این اتفاق افتاده بود. خب خیلی چون اینترنت تاثیر میذاره روی کسب و کار، روی بیزنس مدل، روی رونیوشون، جدا از این که خیلی از این کسب و کار اینترنتی مثل خیلی از کسب و کارهای دیگه مارکت اصلیشون توی تهرانه و توی این 12 روز اکثر در واقع اتفاقات توی تهران افتاده بود و یهو خالی شده بود، تخلیه شده بود و رونیو این کمپانی‌ها به طرز عجیبی تقریبا به صفر رسیده بود یا خیلی کم شده بود. مثلا خود علی بابا جزو واقعا عجیب غریبا بود دیگه، عملاً تیم مارکتینگش رو حذف کرد بعد از این 12 روز. راستش منطقی هم بود، یعنی نمیدونم مثلا چی کار باید میکنه. حالا کاری به سبک و سیاقش ندارم، قضاوت روش نداشته باشیم به نظرم، ولی نکته‌ام اینه که صحنه‌ای که توی لینکدین تو میدیدی به همین الان میبینی، همین الان هم باز کنی همون صحنه رو میبینی، خیلی اسفناکه. بعد اینجوری بودم که خب اوکی، یه اپروچ اینه که فقط ناراحت بشی، حالت بد بشه. یه اپروچ اینه که تو ببینی چی کار میتونی بکنی اصلا. خب و این آیدیا توی ذهنم شکل گرفت که بیایم برای این در واقع قشر تالنت به نظر من یه کاری بکنیم، حتی اگه یه کار کوچیکی. حالا اون شعر مولانا که میگه تو مگو همه به جنگند و ز صلح من چه آید، تو یکی نی هزاری، تو چراغ خود برافروز. اینجوری بودم که اگه میشه یه چراغم روشن کرد واقعا روشن بشه و گفتم که یعنی اون دیشب. و جالبه که این دقیقاً مصادف شد با اون جلسه ما در کافه. آره ببین من داشتم به این موضوع تو کل دوره جنگ فکر میکردم و تا همین دیروز بعد که تو رادیو بیزو گفتی من گفتم اصلا بیایم رو این موضوع متمرکز شیم، چی کار میتونیم بکنیم که یک درآمد ارزی برای یک قشر تالنت ایجاد کنیم. قبلترش چی کار میتونیم که این تالنت هایی که همه واقعا هم تجربه شو دارن هم دانششو دارن و الان کار ندارن که البته خودمون هم جزوشونیم یعنی ماها هم دقیقاً همه یعنی اول از یک نیاز میاد، یعنی نیاز خودمون. آره. من بودیم که خب
این نیازه برای ما هست، برای همه دوستامون هم هست، برای همه در واقع مارکت وجود داره این انگار. و اینجوری بودیم که یعنی انگار که اصلا خودش اینجوری چشمک میزد که آره من موضوعتونم. ببین دقیقاً. و شروع کردم صحبت کردم با بچه‌هایی که خارج از ایرانن و میشناختیمشون، مثل پویش، مثل حامد، و شروع کردم این موضوع رو باشون مطرح کردم و سوال کردن که فضا چی جوریه. و همه اونا اذعان داشتن که بچه‌های ایرانی و حتی خود سهیل تو طبقه 16 بارها بهش اشاره کرده، یعنی این موضوع رو بارها بهش اشاره کرده به عنوان یک کسی که استارتاپ داره و مارکت کانادا با نتورکی که داره واقعا شناخت خیلی عمیقی داره و بارها تو پادکستش اعلام کرده که بچهای ایرانی واقعا بچهای قوی هستن، کم که ندارن از در واقع بچهای لوکال حالا همون کشورهای کانادا و اروپا و آمریکا و اینها، چه بسا واقعا یه جاهای قوی تر هم هستن. فکر کنم توی مثلا کمپانی خودش که بدر موده تو اونم خیلی از بچهای ایرانی داره در واقع کمک میگیره. و با پویش صحبت کردم، با حامد صحبت کردم، همه اونا معتقد بودن یعنی مهر تایید زدن به این در واقع گزاره. پس ببین این فرصت هست، جوانای تحصیل کرده با انگیزه خوشفکر توی ایران زیاد هستن ولی رابطهشون به خاطر کانکشن از دنیا قطع شده. حالا نمیخوام بگم ما توی این پادکست میخوایم عصای موسی بزنیم و این اتفاق بیفته ولی میخوایم راجبش صحبت کنیم. حالا دیگه ما شمع خودمون رو روشن میکنیم. دقیقاً میخوایم یه کاری بکنیم. حالا اینکه این کار ببین، به قول میلاد منشیپور که توی برنامه اکنون اومد گفت با سروش صحت، گفت تو یه افقی داری، یه چشم اندازی داری، میدونی به یک چیزی میخوای برسی، حالا اینکه این مسیر چجوری شکل بگیره رو نمیدونی. شاید خیلی ممکنه از مسیر A بری، B بری، C بری، چرخش دور بزنی، نمیدونم 1000 تا کار مختلف بکنی، ولی میدونی به کدوم سمت میخوای بری. الان ما هم تو ذهنمون هست که میخوایم به کدوم سمت بریم. میخوایم به سمت این بریم که چی میشه که بچه‌های ایرانی میتونن توی مارکت جهانی کار بکنن. خب حالا توی حوزه به صورت خاص در واقع این شد دغدغه آره دغدغه من. اینو اون شب با من مطرح کردی و منم اینجوری بودم که اصلا محمد اینجوری بود که ببین اینو باید تبدیلش میخواد بکنه به یه حالا کاری و یه پروژه خیلی جدیه برای خود محمد که اونو الان کاری بهش ندارم، ولی این آغازی شد برای این که خب ببین بیا اصلا رادیو بیز هم ببریم به همین سمت دیگه. فعلا الان چه کشکی چه دوغی، الان همه چی رو هواست. سعی کنیم حداقل یه ذره پاشو بیاریم رو زمین. و نکته چیه، من یه ذره فست فوروارد برم جلو که خیلی هم از حوصله خارج نشه. ما روی کاغذ نشستیم فکر کنم 20 تا اسم نوشتیم که کسایی است که فقط من و تو میشناسیم که با کشورهای در واقع اروپایی، آمریکایی، کانادایی، چه از ایران دارن کار میکنن، چه از ایران کار میکردن رفتن، چه از اولش رفتن و اونجا کار پیدا کردن. خب؟ در واقع تالنتشون رو سعی کردن به بازار جهانی وصل شدن. مارکت. آره. و به نظر من راهی جز وصل شدن به بازار جهانی نداریم. یعنی این مارکت الان ما خیلی ایزوله است و به نظرم خیلی زود ایشالله این بازار باز میشه. آره به جای اینکه از بالا وصل بشیم ما الان خود به خود بچه‌ها از پایین همینجوری دونه دونه وصل شدن انگار و خودش هم جالبه. و این میتونه یه آمادگی باشه. یعنی مثلا من به نظرم فلسفه رادیو بیز این سیزنش اینجوری ببینیم که میخوایم آماده بشیم برای اینکه یاد بگیریم از کسایی که این مسیر رو رفتن چجوری ما میتونیم مسیر رو بریم. حالا شاید به قول تو خیلی نتونیم نسخه درستی بپیچیم، ولی ممکن است تو حرفای ما قرار نیست نسخه بپیچیم. ببین اتفاقی که افتاد، ما بعد از اون جلسمون، یعنی توی حین جلسمون اینجوری شدیم که ببین این کار باحالیه ولی ما چی کار میتونیم براش بکنیم. بعد دقیقاً اون داستان اسما پیش اومد. دیدیم آقا ما حداقل تو دوستای صمیمیمون 20 نفر هستن که یا رفتن یا کلا اینجا کار میکنن با کشورهای دیگه. دیدیم خب همین جواب سوال تو خود سواله. این آدما یه مسیری طی کردن، یه تجربه‌ای دارن. حداقل کاری که میشه کرد آقا این مسیری که تو طی کردی آقای ایکس، خانم ایکس، بیا اینو
بگو. و ما به عنوان یک رسانه خیلی کوچولو، خیلی گمنام، اصلا یک رسانه نمیدونم میشه بهش گفت یا نه، ایشالله کمک میکنیم، دست به دست هم میدیم که بزرگ بشه، تعداد زیادی از آدما بشنون. آره میخوام بگم که چیز نیست، گنده آره گویی نیست. و سیستم اینه که خب گفتیم آقا ما هم این کار الان از دستمون برمیاد، خودمون که بیکاریم اصلا خودمونم بریم یادش بگیریم. آره یعنی هم برای خودمون یک مسیر، یک اکتشاف، همین که خب این چیزی که داریم میشنویم رو با بقیه به اشتراک بذاریم. و این شد که ما اصلا کلن رادیو بیز سیزن 2 رادیو بیز از اونی که قرار بود باشه کلن تغییر کرد به اینی که الان گفتم. پس قراره تو فصل 2 با بچه‌هایی صحبت بکنیم که چه از ایران چه خارج از ایران دارن با کمپانی‌های گلوبال کار میکنن و میخوایم ببینیم که چی شده که به اونجا رسیدن، چه مسیری رو طی کردن و این تجربه رو به اشتراک بذاریم. دقیقاً کل کاری که قرار بکنیم. آره. و موضوعمون در واقع اینه که آقا من به عنوان یک ایرانی امروز، من ایرانی تالنت امروز چجوری میتونم به یک کشور دیگه وصل شم؟ یعنی بشینم تو ایران، زندگیمو تو ایران دارم، از یه جای دیگه پول در میارم، یا نه من به عنوان یک جوون ایرانی که دیگه تصمیمم رو به هر حال به هر دلیلی گرفتم که میخوام برم از این کشور، آمادهش باشم. آره چجوری میخوام برم؟ یعنی میدونی دقیقاً چیزی که بهت میگفتم پریشب بود یا دیشب بود؟ دیشب. پریشب بود نمیدونم. حالا به نظر من دیشب. انقدر خب روزها طوله. خب آره دیشب. چیزی که دیشب بهت میگفتم دقیقاً همین بود که آقا این مسیره رو واسه چی داشتم دیشب بهت میگفتم؟ یه دقیقه صبر کن یادم رفت. فریدی تو حرفم فراموشم شد. ببین داشتیم میگفتیم که چه میخواد تو ایران باشه یا به هر دلیل تصمیمش رو گرفته که از ایران. آره تصمیمش رو گرفته که از ایران میخواد بره و همونجور که دیدیم خیلی از بچه‌ها درگیر این چیزا میشن، این وکیل مهاجرت و نمیدونم مؤسسه مهاجرت و در صورتی که کل پروسه رو اونا انگار میشن مثلا این گایدلاینای روی سایت سفارت رو میخونن میان همون رو به تو میگن. ما اینجوری بودیم که خب چه کاریه، بیایم ما همون تجربه رو بیاریم تو پادکست و آدم ها حداقل یه ذهنیتی از اون مسیری که پیش روشونه داشته باشن. دقیقا. و این خلاصه اون شمعیه که ما تصمیم گرفتیم توی این روزهای سیاه ایران روشنش کنیم. به امید روزهای روشنش. یه چیزی هم میخوام ازت بپرسم، 2 تا فرق اساسی این فصل جدید رادیو بیز داره با فصل قبلی. یکیش همون کانتکستشه که البته خیلی شبیه به اون، ما داشتیم با تجربه عملی بچه‌ای آره که در واقع، ولی یه ذره متفاوت شده. فرق دومش چیه؟ فرق دومش هم احتمالاً اینه که ما رو داریم میبینی. آفرین. البته که از در واقع فرق اصلیش اینه که من در این سالها از ایدئالگراییم یعنی تونستم بگذرم و یعنی این سال گذشته رو تصمیم گرفتم که ببین همه ایده ها هرچی ایده داری رو نگه داشتی برای اینکه یه روزی خوب اجراش بکنی. خب اون روز هیچ وقت نمیاد و بالاخره من با خودم کنار اومدم که ایدئالگرا نباشم. البته که من از این بابت خیلی خوشحالم، چون دقیقا همون روزا میگفتم که من خیلی دوست دارم این پادکست رادیو بیز ویدیوکست باشه و خیلی دوست داشتم که این تجربه رو داشته باشم و دمت گرم، مرسی که کمک کردی، چون واقعا اگه تو نبودی و این حالا فضا رو نداشتی که ایجادش بکنی هیچ وقت این اتفاق نمی افتاد. حقیقتا من خیلی خوشحالم از این بابت و دست درد نکنه. چکریم. البته آنچه که میبینید اتاق کار شخصی من تو خونمه و تصویرمونم احتمالاً از جنس تصویر متوجه میشید که کیفیت خاصی نداره، چون واقعاً نمیتونستم بچه ها رو درگیر بکنم که حالا 3 تا دوربین بذاریم و
اپراتورش و درد سرهاش واقعا زیاده. محمد دید دیگه، یعنی انشالله حالا سعی همین می‌کنیم 3 تا رفته گوپرویی که گذاشتم آره. فکر میکنم 3 ساعت زمان گرفت تا فضا و میزانسنش رو بتونیم به سمتی ببریم که بشه. خلاصه این حاصل این گذشتن از ایدئالگرایی منه، وگرنه ما کارمون خیلی ترتمیزه، اینجوری نیست. اگه خواستین مشتری ما باشین خیلی براتون کارهای عالی انجام خیلی میدیم. تبلیغ کردی درامونا. آره خب تو هم بعدم پولشو میگیرم باشه. نه ولی مطمئنم که بهتر و بهترش میکنیم و این میشه اپیزود 0 فصل 2. درسته؟ فقط خواستیم مسیر رو بگیم، رادیو بیز از کجا شروع شد، چی شد متوقف شد، بر ما چه گذشت تو این مدت و بر رادیو بیز چه گذشت و نهایتاً امروز چی شد که ما الان داریم این ضبط رو انجام میدیم بدون حتی آمادگی کافی به لحاظ فضا امکانات. واقعا کار سختیه، یعنی سختی اصلیش هم تو داری زحمتشو میکشی. نکته‌ای که وجود داره اپیزود جذاب‌تر به نظرم از اپیزودهای بعدی اتفاق میفته، جایی که البته من اینم باز بگم که ما یعنی یه هیستوری از اپیزودهای قبلی بهتون بدم که در جریان باشید چه جوری بوده. ما الان اپیزود 1 تا 17 رو در فصل گذشته منتشر کردیم، ولی بنا به دلایلی اپیزود 15 تا 17 مون یعنی 15 16 و 17 مون کلن هیچ اثری ازش باقی نمونده روی وب و اون 14 تا رو من برگردوندم به سختی. کلی با کست باکس مکاتبه بکنه اینا و همینجا تشکر میکنم از مسئولین محترم کست باکس که حداقل ما تو کست باکس هیستوریمون باقی موند. و آره اپیزود 18 و 19 هنوز منتشر نشده از قبلیه، یعنی همون، یعنی بله ما 1401 اپیزود 18 و 19 رو ضبط کرده بودیم، حتی اسپانسر داشت اون اپیزودا. آره ولی خب واقعا شرایط چوری بود که خود اسپانسر فکر میکنم یک تا نت بود اگه اشتباه نکنم. آره ولی تهاتر قرار بود بکنیم، یعنی پیمنتی انجام نشده بود. حالا میخوای این قسمتش هم نگو توی نه دیگه باید بگیم دیگه، من نمیدونستم قرار بودش که حالا این نه جدی این قسمت رو ولی آره ولی خلاصه که چون خیلی واقعا دنبال اسپانسر این داستان هستن نیست. آره و اون اپیزود 18 و 19 ضبط شده بود و حتی منتشر نشد. یعنی این 2 تا اپیزودی که قراره تو از فصل گذشته است، اگر اپیزودهای تا 17 رو شنیدین شما مطمئن باشین که 18 و 19 رو قطعا نشنیدین چون اصلا منتشرش نکرده از فصل قبله. آره پس برگردید حتما اپیزود 18 و 19 رو گوش بدید. راجع به تبلیغات آنلاینه. آره یعنی تو همون فضای تجربه های عملی دیجیتال مارکتینگ و البته که برگردیم و بقیه اپیزودا هم گوش بدین یادتون بیاد ما کی بودیم چی شد. نه واقعا آخه ببین و واقعا هم ارزشمند و آره یعنی تک تک اون اپیزودا حداقل واسه خود من خیلی یادگیری داشت و ببین خیلی فیدبک هم میگرفتم، خیلی جالب بود. من بعد از اینکه رفتم اسنپ، اینم برات تعریف کنم به تو نگفته بودم، رفته بودیم تو سالن غذاخوری داشتیم ناهار میخوردیم، بعد یکی از بچه‌های تیم دیزاین اسنپ اسمش فکر کنم آریان افشار، نمیدونم شاید اسمش رو اشتباه میگم، خودش هم خیلی آدم خوش صدا، الان اونم اتفاقا چیزه کانادا رفت مهاجرت کرد، گفتش که تو رادیو بیزو داشتی و من خیلی دوست داشتم فلان اپیزود، حالا یادم نیست، مثلا میگفت خیلی برای من جذاب بود و جالب بود ازش یاد گرفتم. ببین یعنی خیلی واقعا تک تک اون واقعا اپیزودهای ارزشمندیه، یعنی واقعا تعریف از خود نباشه واسه همون میخوام آره. ولی یعنی واقعا اپیزودهای ارزشمندیه. البته که آره دقیقاً میخوام بگم اون تیکه هایی که حداقل من حرف میزنم رو خیلی جدی نگیریم، ولی واقعا مهمونای کار درستی داشتیم. آره. بابا همه تاپ لولای آره یعنی واقعا دیگه هر کدوم تو حوزه کاری خودشون تو همون برهه واقعا رو قله بودن دیگه.
دقیقاً. و خوبه که گوش بدین، یعنی واقعا توصیه میکنیم گوش بدین و بعدش خواهش میکنیم گوش بدین که لااقل یه ذره زنده شه. به قولی یه هولی هم بدین که آره این دوباره این بیاد توی الگوریتما و آدما ما رو بشنون. و یه نکته مهم دیگه این که ما رو هم به بقیه واقعا معرفی کنید. ام جی بهت این نکته هم بگم، تو این سه سالی که استاپ کردیم پیج لینکدین رادیو بیز هست و همچنان من دارم نمیدونم از کجا، حالا تو اگه میدونی بگو، همچنان میبینم داره ویو میخوره پیج رادیو بیز و این نشون میده که به نظر من اون اپیزودا به واسطه حالا حضور اون مهمونا غنی بودن و حرفایی توشون زده میشد و صحبتایی میشد که برای خود ماها که توی این مارکت کار کرده بودیم برامون یه سری نکاتش جدید بود و جذاب بود و یادگیری داشت و واقعا توصیه میکنم اگر تایم دارین حتما و توی این حوزه علاقه‌مندین. الان این روزها خیلی همون تایم داریم. خوبیش اینه که حداقل خشابمون رو برای بعد جنگ پر میکنیم که با قدرت برگردیم سر کار. یعنی من خودم راستش دارم دوباره گوش میدم، یا سینا که داره تدویناشو، یعنی این هنسا رو انجام میده و حالا تغییراتی اگه تو تدوین نیاز انجام میده، فیدبکی که ازش میگیرم میگه واقعا چیزای خوبی میگن، مثلا کاملا آموزنده و مفیده. حالا اینقدر دیگه از خودمون رو تعریف نکنیم، بس دیگه. نه تجربه همیشه شنیدن تجربه آدما برای خود من ارزشمند بوده. آره دیگه، هر آدمی واقعا یک زیسته، یک تجربه زیسته است که اولا یونیکه و اولا منحصر به فرده. سعی کنیم در این فصل کمتر بی خیال بابا، سخت نگی. آره باشه، دمت گرم. اولا یونیکه پس، و ثانیاً خیلی خیلی آموزنده میتونه باشه. میدونی مثل این میمونه که تو چند تا جون داشته باشی دیگه، یا تو گیم ها مثلا تو وقتی 10 تا جون داشتی خیلی با آرامش بیشتری بازی میکردی، ولی وقتی یه جون داشتی انقدر استرس داشتی که اصلا بازی رو هم خراب میکردی. نکته همینه. حالا شما با شنیدن تجربه آدم ها انگار که جون به جوناتون اضافه میشه واقعا. یعنی برا من اینجوری، حداقل این برا من مهمترین و بزرگترین فایده شنیدن حالا پادکست های این چنینیه. به خصوص من تو این کلا سالها خیلی پادکست گوش میدم، یعنی حداقل سعی میکنم خیلی گوش بدم و مهمترین آوردش برای من دقیقاً همینه. انگار که من به اندازه تجربه زیسته اون آدم دارم دوباره زندگی اضافه میکنم و چیز یاد میگیرم. در نهایت بگم که رادیو بیز رو میتونید در تمام پادگیرها و البته از این به بعد در یوتیوب، شاید بتونیم نمیدونم اسپاتیفای صوتی هستیم، ویدیوییشو نمیدونم بتونیم باشیم یا نه، ولی سعی میکنم باشیم. در نهایت آره اینستاگراممون هم میتونید ببینید، توی تلگرام هم پادکست ها رو با فاصله میذاریم برای اونایی که حالا با پادگیره حال نمیکنن، ولی خب خوبه که تو پادگیر ما رو گوش بدید که ما هم آماری دستمون باشه و بتونیم فیدبک ها رو داشته باشیم. من یه نکته تکمیلی هم بدم رو به جلو به قضیه نگاه بکنیم. شاید آدمایی که میان توی رادیو بیز و قرار تجربه حالا ارتباطشون با شرکت‌های جهانی رو بشنویم، شاید آدمای شناخته شده‌ای نباشن و شاید مثلا اونقدر آدمای معروفی نباشن. منتها ما میخوایم تمرکز کنیم روی این مسیری که رفتن و تو چه حوزه‌هایی، یعنی اینم میخوای اشاره کنیم. آره ببین بیشتر توی حالا شاید بریم جلوتر حوزه محدودی نداشته باشن. فعلا اونایی که ما ولی فعلا یادمون اومده، آره احتمالاً توی حوزه حالا مارکتینگ، تک، در واقع تو این حوزه ها باشن. ولی ممکنه مثلا کسی هم بیاد توی این پادکست که رفته توی شرکت نمیدونم مثلا خارج از حوزه حالا تکنولوژی یا خارج از حوزه مارکتینگ و دیجیتال مارکتینگ فعالیت کرده، اگه به طور اون بخوره تجربه اونم میایم میگیم. ولی نقطه اتصال و اشتراک همه اینها اینه که همشون تونستن یا از تو ایران یه کار دلاری داشته باشن، یا از ایران به همین واسطه تونستن اپلای کاری بکنن برن، یا به هر طریق دیگه مهاجرت کردن و اونجا تونستن طبق یک پروسه کار پیدا بکنن، کار تخصصی پیدا بکنن. دقیقا. همین.
و من یه نکته هم که الان داشت حرف می‌زدی یادم افتاد بگم، این که تعریف جدید رادیو بیز. دیگه ببین، ما قبلا میگفتیم که رادیو بیز پادکستی که در مورد دیجیتال مارکتینگ، تجربه های عملی دیجیتال مارکتینگ صحبت میکنه، ولی از فصل جدید تعریف رادیو بیز میشه پادکستی که درباره تجربه های عملی کسب و کار صحبت میکنه. یعنی دیگه محدود به حالا دیجیتال مارکتینگ یا اصلا مارکتینگ نخواهیم بود. دقیقا همونی که گفتی، هرچی به پستمون بخوره و آره. شما هم میتونید اصلا بهمون معرفی کنین. راستی اگر خودتون دوست دارین توی پادکست باشین یا یک کسی رو میشناسین که به نظرتون خوبه که تو پادکست باشه، حتما بهمون معرفی کنید و با همون در تماس باشین دیگه. همه راههای ارتباطیمون رو میتونید توی پادگیرها پیدا بکنید، توی در واقع با همون اسم رادیو اینستاگراممون. آره، هر جا سرچ کنید رادیو بیز یه چیزی میاد خلاصه ازش، از همون قدیم هم مونده و سعی میکنیم همه رو زنده کنیم. خلاصه ما تو اینستاگرام، لینکدین، توییتر هم داشتیم. آره. و داریم و اکثر شبکه‌های اجتماعی هستیم. تو پادگیرها هم که میتونید گوشمون بدید. از این به بعد تو یوتیوب خواهیم بود. امیدوارم که تجربه خوبی باشه برامون و بتونیم چراغ کوچیکی رو روشن کنیم و شما هم از ما راضی باشید و ما رو ببینید، چون این دیده شدن است که به ما انرژی میده. حداقل توی این روزهای بی انرژی بودن خوبه دیگه، حال همدیگه رو خوب کنیم. ما دلمون میخواد که سعی کنیم حال بقیه رو خوب کنیم و حال خودمون البته در وهله اول که بعد با حال خوب حال بقیه رو خوب کنیم. یعنی قضیه اینه که منفعل نباشیم و فعالانه یه کاری بکنیم. آره دیگه، چاره‌ای هم جزئی نداریم واقعا. یعنی میدونیم شرایط خیلی شرایط پیچیده‌ایه، شرایط سختیه و هممون شوکه‌ایم. منتها میگم یا میتونیم انتخاب کنیم شوکه بمونیم، حال بد داشته باشیم، افسرده بشیم، و یا میتونیم انتخاب بکنیم یه کاری بکنیم. این برای ما معنیش رادیو بیز تو این فصل این بود که یه کاری بکنیم. حالا به هر دلیلی، به هر نحوی، هر کسی یه کاری بکنه تو این شرایط دمش گرم واقعا. دقیقاً. مرسی. تلاش میکنیم که اینجوری باشه و من بازم یه عذرخواهی بکنم بابت فضایی که داریم. سعی میکنیم، یعنی قراره که بریم تو لوکیشن بهتری ضبط بکنیم، آنلاین ها رو هم که آنلاین، ولی کم فعلا اینجوری بودیم که شروع کنیم و میگم دقیقا از دیشب تا به الان، یعنی از جلسه تصمیم گیری تا ضبط 24 ساعت شاید نگذشته باشه حتی هنوز. و همین، خیلی حال من خوبه که داریم این کارو میکنیم دوباره. حال تو هم که میدونم خوبه. امیدوارم که من خیلی ذوقشو دارم. آره، کسایی که ما رو میبینن و میشنون هم یه ذره حالشون بهتر بشه انشالله. آقا دمتون گرم. مرسی، دمت گرم. به امید روزهای بهتر، اپیزودهای پیش روی خوب و دیگه خلاصه حل دیگه. به امید دیگه خیلی تفتش نداره. خیلی تفتش دارم. آره. دمت گرم.